آیا افراد بعد از زمان زیادی با هم بودن از هم خسته میشن؟ وقتی دو نفر زمان زیادی رو با هم میگذرونن، اونا از هم آشنایی زیادی پیدا میکنن. ممکنه تو مسائل کوچیک بحث کنید و احساس خستگی کنید و به این فکر کنید که دیگه همدیگر رو دوست ندارید و اینکه زوج خوبی نیستید. بعدش فرد دیگه ای رو ملاقات میکنی و حس میکنی اون شخص واسه تو عالیه، حتی بهتر از پارتنری که الان داری. شما مکالمات جالبی دارید که به نظر میاد ساعتها طول بکشه. با مهربانی با هم رفتار میکنید و به نظر میاد داری پارتنر فعلیتو فراموش میکنی. اما تو همین لحظه مهمه که یادت بیاد وقتی همدیگر رو واسه بار اول دیدید، شما هم چیزای بیشماری واسه صحبت کردن داشتید. باید بدونی احساسات در طول زمان عادی میشن و فقط با افرادی که خوب نمیشناسی حرفای زیادی واسه گفتن داری. احساسای واقعی زمانی خودشون رو نشون میدن که شما هیچ حرفی واسه گفتن نداشته باشی. اگه بتونی به این مرحله غلبه کنی، هیجان به عشق واقعی تبدیل میشه و متوجه میشی که هیچی تو این دنیا نیست که بتونه پیوندتون رو خراب کنه.